ملاقات کارمندان کمیسیونی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکند بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در قسم نظامی سرحدبانی 0203 کمیته امنیتی ملی برگزار گردید که آن را کماندر قسم حربی خورشید تویدیو افتتاح نمود. بعداً در نزد حاضرین مدیر شعبه تشویق و ترغیبات بورسیبای لطف‌اللهیف سخن گفته مهمانان را معرفی نمود. سپس معاون کمیسیونی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکند پروینه توشیوا برآمد نموده سربازان و افسران را با جشن 30 سالگی تبریک نمود. پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان با اطمینان ابراز داشتند که ما به قوه‌های مسلح کشورمان اعتماد کامل داریم و می‌دانیم که آنها من بعد نیز استقلالیت و آزادی تاجیکستان محبوبمان، امنیت دولت و ثبات و آرامی مردم ما را همچون سپری با اعتماد حمایت می‌کنند. ما با باوری گفته می‌توانیم که افسران و سربازان شهر پنجکند در این جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان با انتظام قوی، آماده باشی دائمی، روحیه بلند وطن دوستی و صداقت به کسب با شرف مقدس خود سزاوار استقبال میگیرند. من تمام افسران و سربازان را به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک گفته به همه شما سلامتی و سربلندی و در راه حفظ وطن صاحب استقلالمان روحیه شکست ناپذیر و اراده قوی آرزو می‌نمایم. افسران و سربازان از تشریف و بازدید مهمانان از وضع بود و باش ایشان خوشنود بوده مینداری خش را چنین اظهار می‌دارند. من سرباز قطاری الف نودشو همه شما را با 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته بر شما عمری دراز و پرفیض و پربرکت می‌خواهم و تشکری زیاد به حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان که همیشه از ما سربازان از حالت ما خبرگیری می‌گیرند و می‌خواهم گویم که ما سربازان دلیر شجاع وطن این همه دستگیری و پشتیبانی آنها را به طرف نگذارده هیچ وقت یک خاک وطن خود را به یگان مخالف نمی‌دهیم. با ارتش آره آره می رود مرد، پرد افتاد با پا خیزد شود مرد. اگر فخری پدر باشد زی مردی، پسر از خدمت حربی شود مرد. بعداً از جانب مقامات کمیسیونی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکند یک قطار افسران و سربازان قسم نظامی سرحدبانی 0203 با سپاسنامه و تحفه‌های خاطرمان سرفراز گردیدند. در فرجام برنامه کنسرتی بهر دلخوشی افسران و سربازان قسم نظامی پیشکش گردید. مایده میرقصد گله جان مایده میرقصد گله مایده میرقصد گله جان مایده میرقصد گله در تنش کوفه چکن گزارشی مرتبه رحمانلو و حسین صالحوف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.